خبرهای تاجیکستان و جهان رو در برنامه اخباری آزادی من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام بینندگان عزیز. امروز 23 ینور در برنامه این گزارش ها رو داریم. بازگشت غیر رسمی لیمیت برق در تاجیکستان، محدود شدن انتقال برق در روزهای سرد نگرانی زیاد را به میان آورده است. انگیش نداره، یا خوش هیزم نداره، یا خوش ناخونه همینو در عذاب بیافته. وزارت فرهنگ قرقیزستان خواست فعالیت رادیو آزادی قطع گردد. سبب یک برنامه ویدیویی اویدی وضع در سرحد با تاجیکستان گفته می شود. بحث خوشتومنی ظالم و کلین مظلوم و ستم دیده در اسفره، رادیو آزادی نظر رهگذران را در این باره پرسید. کلین همچون خدمتگار به خانه استفاده میبرن. من ضد این فکرها هستم. کلین هم انسان است. ازبکستان برای تامین ولایت سرخندری و واردات برق را از تاجیکستان آغاز کرده است. در این باره خبرگزاری فورس با تکیه به خبرنگارش در توشکند میگوید. مقامات تاجیکستان در این باره چیزی رسما نگفته است، اما انتقال برق به ازبکستان در روزهای آغاز می شود که در داخل تاجیکستان شکایت ها از کمبود برق زیاد است. ساکنان میگویند 3 روز اخیر انتقال برق شبانه قطع می شود و آنها را در وضع مشکل گذاشته است. مولا رجب و براد یوسفی همین موضوع پیگیری کردند. محله تردی اوی ناحیه رودکی در 7 کیلومتری دوشنبه به گفته ساکنانش 3 روز است که شبانه چند ساعت برق خاموش می شود. شب ساعت 10 میمورد میکشن و پگوی ساعت 5 هم خیلی بگیرون میشن. زنگ میزنه میگن که خیلی اول شدگی این شدگی و شدگی خیلی چی بهونه میشه. قطع نیروی برق در تیر ماه زمستان برای ساکنان تاجیکستان چیزی غیر مقرری نیست، اما امسال نبودی برق در روزهای سرمای قهرتان زندگی ساکنان را سخت کرده است. بعضی خواجگی ها هستن انگیش نداره، بعضی هست که سوزشواری نداره. همین سبب گرم شویش همین برق دیگه هیچی. یا که یک چای میمونه یا خوراک میپزه، این خیلی کارا داره دیگه هیچی. خیلی خیلیش انگیش نداره، یا خوش هیزم نداره، یا خوش ناخونه همینو در عذاب بیافته. شکایت ها از بی‌برقی تقریبا از همه منطقه‌های تاجیکستان صدا می‌دهد. بجز از بدخشان، ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند صرف نظر از دستور رئیس جمهور در انتقال برق محدودیت جاری شده است. روز 11 ینور با آمدن سرمای سخت، شرکت برق تاجیک اعلان کرد که محدودیت برق از میان برداشته شد. یک مسئول اداره برق در ناحیه رودکی در صحبت بدون میکروفون گفت برق با سپارش بالا قطع می شود، اما شرکت برق تاجیک شبکه‌های انتقال و هم شبکه تقسیمات برق درباره دوباره جاری شدن لیمیت در کشور هنوز رسما چیزی نگفتند. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر از این شرکت‌ها تا این دم بی نتیجه بود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که خاتمه دادن به بحران انرژی و تامین منظم مردم با نیروی برق یکی از اولویت‌های کارش است، اما با گذشت سالها مردم همچنان از کمبود نیروی برق تنقیصی و عذاب میکشند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرقیزستان از دادگاه درخواست کرده است که فعالیت آزادتیک مدیا بخش قرقیزی رادیو آزادی را در این کشور همچون واسطه اخباری عام قطع کند. در شکایت وزارت به دادگاه نویه لنین شهر بیشکک آمده است گزارش ویدیویی درباره مرز قرقیزستان با تاجیکستان حذف کردن نشده است و آن هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. حکومت قرقیزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرده بود گزارش را کاملا از سامانه بردارد. با باور مقامات قرقیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. رهبری رادیوی آزادی گفت گزارش به تمامی معیارهای خبرنگاری پاسخگوست. از این رو طلب مقامات قرقیزستان درست نیست. بخش قرقیزی رادیو آزادی از رسانه‌های معتبر در قرقیزستان به حساب می رود و ماه‌های اخیر زیر فشار سخت مقامات آن کشور مانده است. دوستانی حربی کلوب در رابطه با مرگ سرباز لطفالله دولت محمد به ضد یک افسر قسم حربی 0307 واقع در ناحیه همدانی پرونده جنایتی باز کرده است. مایور مرادف به بی‌مسئولیتی در اجرای وظیفه ابدار می شود. بر اساس این اتهام ممکن است افسر را تا 2 سال از آزادی محروم کنند.
همکارم میرزونبی خالقزاد این حادثه را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. درود بر شما. بگویید پرونده بر ضد افسر نیروهای مرزبانی به کدام دلیل ها باز شده است؟ بله شهلا در دادستانی حربی منطقه کولاب به ما گفتند که تحقیق واقعه دوام دارد و گمان اساسی این است که افسر این قسم حربی یعنی فرمانده ها به احوال و وضع صحتی سرباز دقت ندادند. این بی‌توجهی سبب مرگ سرباز گشته است. لطفالله دولت محمد 26 ساله بود و از دهه شاهبیکه ناحیه واسه تیر ماه سال گذشته به خدمت حربی دعوت شده بود. نزدیکانش میگن و یگان بیماری نداشت، ولی وقتی جسدش را آوردند گفتند از التهاب شش ففتیده است. این است. سوال اساسی این است که آیا تحقیق برای معین کردن سبب‌های مرگ سرباز است یا فقط عملکرد فرمانده در رابطه با این حادثه؟ ببینید تا جایی که معلوم شده است تفتیشات سبب‌های مرگ سرباز به نتیجه‌های تشخیص طبی و سودی تکیه می‌کنند. بنا به اطلاع پیشکی مقامات لطفالله دولت محمد با حرارتی بلند از ناحیه 5 محل خدمتش به فرخار آوردند. در اینجا 2 روز تبابت گرفته است، ولی سپس او را از نو به قسم حربی مرزبانی این دفعه در ناحیه فرخار بردند. از بس که حالش بدتر شدن میگیرد، صبح روز دیگر او را به بیمارخانه مرکزی ناحیه فرخار میرسانند و در همین جا میفافتد. تشخیص طبی سعودی رسما التهاب شش یا پنومونیا را سبب مرگ قید کرده است. پرونده جنایی مناسبت یا بی‌پروایی افسران نسبت به سلامتی سرباز در مرکز دقت قرار داده است. این است مسئله. بله، آیا نزدیکان سرباز فافتیده به فرضیه مقامات چی نظر دارند و درباره مرگ این عزیزشون چی میگویند؟ نظری آنها در مورد پرونده روشن نیست، ولی پیشتر گفته بودند که در جسد لطفالله دولت محمد یگان نشانه زوراوری یا شکنجه وجود نداشته است. علی احمد بردیف برادر لطفالله پیشتر روز 12 ینور به رادیو آزادی گفته بود که برادرش هیچ بیماری نداشت و در عرفه سال نو برای یک رخصتی کوتاه به خانه آمده بود. بار آخر سرباز با نزدیکانش روز 25 دکبر تلفنی گفتگو داشته است، ولی امکان دارد در جریان تفتیش سمتگیری پرونده تغییر یابد، هرچند معلوم است که پرونده ضد معیار مرادف در رابطه با مرگ سرباز تأثیر معینی به مناسبت فرماندهان با فرزندان مردم خواهد داشت. بنابر آمار رسمی در 3 سال گذشته زیاده از 100 سرباز نیروهای مسلح تاجیکستان اکثرا در حالتهای خیلی مرموز به هلاکت رسیدند. متاسفانه. تشکر. همکارم میرزونبی خالقزاد درباره مرگ یک پاسبان مرز تاجیکستان صحبت میکرد. کمیته کاربوزنان در تاجیکستان به قضیه پرسر و صدای خوشتومانی که برای بریده نان عروس را استنطاق میکرد روشنی انداخت. مسئولانش گفتند سبب مناسبت ننگین خوشتومن را که نوارش 1 سال پیش ثبت شده است معین کردند، اما از این بیشتر تفصیلات ندادند. واکنش کمیته کاربوزنان به قضیه کلین خوشتومن در حالی است که بحث‌ها در اطراف آن 1 هفته باز در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. سرویناز روح‌الله و امیر ایسویف در دوشنبه از چند راهگذر نظرشان را درباره همین حادثه و عموما مناسبت خوشتومن با کلین پرسیدند. نباید مادر ظالم شدنش ممکن است، چون که من 3 کلین دارم، کلینا مورد صدای بلندش نشنیدم. اینجا به عیب کلین باید بود، ممکن شاید که عیب کلین هست. اینجا به عیب خوشتومن نباید این خیلی باشد. نمیشه برای یک بردنان و کلینش غم میتونه میزنن. خرسک از دو طرف. وظیفه کلین چی است وقتی کلین؟ وظیفه کلین چی است در خونه؟ بعضیا هم در همین خیلی عقیده هستند که کلین همچون خدمتگار به خونه استفاده میبرن. من ضد این فکرها هستم. کلین هم انسان است. باید دوست باشن. خوشتومن کلینش همچون دختر فهمد، دختر خوشتومنش همچون مادر باید فهمد. این از تربیت دختر وابسته. اما فکر شما مثلا برای کلید هر روز یک مقدار معین نان دادن و گفتن که دیگر از این زیاد نخور تا کجا درست است؟ این وحشانیت. مناسبت کلین و خوشتومن بسیار بود ملایم شود، خوش ناز شود که هر طرف هم دیگر فهمی شود، زندگی خوب شود. بعد خوشتومن کلین ناز شود اگر و با شهوت نظم شد. ممکن است که در اونجا وضعیت اقتصادیشون بزرگ باشد. ممکن است که همه خیل فکرانی همون انسان هم خیل باشد، تربیتشون هم خیل باشد. چی میدونم؟ به نظر من همین. این از پسیخولوژی انسان ها وابسته است، وابسته از آنه که مثال و مملکت در چی وضعیت است، در وضعیت های مشکل اقتصادی است یا که خانواده در چی وضعیت مشکل اقتصادی است. این از این وابسته نیست. این چه خیلی که میگوین
صرف جهت‌های پسیکولوژی را در بر دارد. یعنی انسانی که همین خیلی تربیت یافته است، در روی گشنه بودن، در روی کسی را زیر کردن، مثال یعنی به نظر نگرفتن، یعنی خود را بالا گذاشتن، اینجا بسیار جهت‌های پسیکولوژی دارد. خشتمان باید همین دنگ فرزند خودش نگه بداره، هم اصول کلینا، یعنی کلینا هم رنگ مادرش هم باید حرمت احترام کنه. همه حادثه ها حساب همین نفهمی میشوه. اصول هم خشتمان هم اصول چی کرد چی خیلی که اصول هم رو کدوم نفر مونم باشه، هم که مثال که نخواهیم هم مثال نون نداد کنش نبود بیچاره خواهد چیکار کنه دیگه. هم زندگی و ایران هم حساب همین خیلی زور میشوه. خیلی با فکر ما خشتمان باید خیلی نکنه، مدام چه فرزند بودی کلون آوریان فرزند باید باشه. موضوع حق و حقوق دختران را ادامه می‌دهیم، اما در پاکستان در یک ناحیه دوردست ولایت سینت پاکستان که در آن شماری بزرگ دختران از تحصیل محروم میباشد، پوشپا خیترم نام دختر تلاش دارد قلاب را شکسته به آرزوهایش برسد که مرسیتا در همین باره نقل میکند. تحقیقات سازمان‌های محلی ثابت کرده است که از میان 60 مکتب عمومی ناحیه ترپارکر ولایت سینت پاکستان تنها 7 مؤسسه تعلیم عمومی درهایشان را برای تحصیل دختران باز کردند. من دختران زیادی را دیدم که به آنها گفته شده است با کار خانه و پختن غذا مشغول باشند. آنها نمیتوانند برای عملی شدن آرزوهایشان مبارزه برند. آنها نمیدانند که حق دارند آرزو کنند. پوشپا خیرتم اولین دختر در عائلهشان است که معلومات میانه کسب کرده است. تحصیل او را پدرش پشتیبانی میکرد، ولی بعد از مرگ نابهنگام او پوشپا قریب بود که تحصیل را کاملا بس کند. پدرم میخواست من تحصیل کنم. بعد مرگ او امکم پیشنهاد کرد تحصیل را خاتمه بخشم. او گفت روز به شوهر میبرایم و معلومات برایم لازم نمی شود. ولی تاکید کردم که پدرم آرزو داشت من طبیب شوم. وقتی معلم با اهل عائله‌مان درباره تحصیل با موفقیت من نقل کرد، برادرم اجازه داد که من تحصیل را دوام دهم. هر روز پوشپا 2 کیلومتر را طی نموده در مکتب درس میخواند که هم پسران و هم دختران را قبول دارد. این مکتب در گذشته فقط پسرها را قبول میکرد، ولی سال 2012 معلم محلی سعین سمار دخترش در شانه را به صنف 6 شامل نمود. بعد از مدت در شانه را مار گزید و او وفات کرد. پدر به یاد دخترش تصمیم گرفت که تمام دختران محله را با تحصیل فرا گیرد. امروز در این مکتب 300 پسر و 10 دختر علم می آموزند. ما با والدان خبر میدیم که تمام کمک امکان پذیر را برای تحصیل دخترانشون فراهم میاریم. می توانیم گوییم که تقریباً 30% دختران این مکتب مسافت 20، 30 و حتی 50 کیلومتر را طی کرده به اینجا می آیند. همین طریق پوشپا و دیگر دختران این مکتب امید دارند که تحصیل را تکمیل کرده با کمک و دستگیری عائله‌هایشان صاحب معلومات عالی و کسب و جای کار شایسته خواهند شد. در تاجیکستان کلوب انبارهای یخبسته به محل بازی کودکان تبدیل یافتند و هم به محل مصیبت و فلاکت برای خانواده‌ها. در این باره زرانگیز نوروشا گزارش دارد. بحر تاجیک، آبانباری کلانترین در شمال تاجیکستان، جای استراحت و آبازی هزارها نفر به مکان یخمالک بازی کودکان تبدیل شده است. مقامات میگویند در 15 سال اخیر آبانبار چنین یخبندان نبود. آن را نتیجه سردی 2 هفته اخیر میدانند. زمستان امسال در تاجیکستان غیر معمولی آمد. حرارت یک باره پایین رفت. برف زیاد بارید و آب بعضی رود و کوه‌ها یخ بست. از جمله رود 5 که تاجیکستان و افغانستان را از هم جدا می‌کند. در گوشه‌های کشور ماهی‌های زیاد تلف یافتند. برف زیاد و کوه‌های یخ بسته باعث به شادی کودکان و نورسان هم شد. به مثل این در بحر تاجیک. اما یخمالک بازی در یک آبانبار یخبسته در ولایت ختلان جان 3 کودک را بود. در حصار هم یک نورس جانش را از دست داد. برنامه به پایان رسید، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در وبسایت azadi.org و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام